برای نصب محافظی در صندوق عقبی 270 دوتا خار آمپولی، یکی این طرف یکی هم این طرف هست. اینا هر جفتش باید در بیاله. برای در بردن این خار رو ناخونه کنیم پشت اینجا اینه میکشه اول بالا، بعد این خار رو در میاره. اگه اول اینو در نیاری این با هم درش بیاری میشکنه خب. باز اون طرف هم به همین شکل اول اینه میاری بیرون، بعدم اینه میکشی. دوتا لبه نمده پاهاش میکنیم. باز این طرف هم اینه همون طرف کفی صندوق عقبی نمد فابریک هست. اینا لبش کلا میاریم بالا، بعدش اینا آروم آروم جا میزنیم. یه نکته اینجاش داره، برای جا زدن این واشه رو این لبه نمیخواد خودی واشه رو درش بیاره. این اگه در برید دوباره آب بند کردن قشنگ فیت کردنش سخته. همین آروم آروم کشیم به سمت بالا، همینجور میایم جلو. همین اصلا احتیاج به در بردن این واشر نیست. آقا اینم پایان کار نصب. خارا رو به همون شکلی در بردیم، برعکسش انجام میدیم و دوباره میزنیم جا.